مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد قد أتانا الرسول هاديا للعقول رب تمم لنا. چون قرآن عظیم الشأن آخرین کتاب است، پس منحصر برای مسلمانان و عرب نیست، بلکه تمام جهان بشریت را احاطه می کند. خداوند در سوره ابراهیم سوره 14 آیت 1 می فرماید: الف لام را. این است کتاب واضح و روشن که آن را برای محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرستادیم تا بشریت را از گمراهی به طرف روشنایی سوق دهد. خداوند جل جلاله در سوره ابراهیم علیه السلام سوره 14 آیت 52 می فرماید: این قرآن عظیم الشأن برای تمام بشریت فرستاده شده است و مردم این را بفهمند که خداوند یکی است و مردم باید بفهمند که خداوند واحد و لا شریک است و آنهایی که صاحب معنا هستند میفهمند که خداوند یکتا و یگانه است. خداوند جل جلاله در قرآن عظیم الشأن در سوره بقره سوره 2 آیت 185 میفرماید: رمضان آن ماهی است که قرآن عظیم الشأن را در آن ماه نازل کردیم، آن هم برای تمام بشریت تا هدایت شوند و این است اساس برای عدالت. فیصله کننده بین حق و باطل قرآن عظیم الشأن است. خداوند جل جلاله در سوره زمر سوره 39 آیت 41 می فرماید: ما قرآن را برای محمد نازل کردیم تا تمام بشریت را هدایت کند. در قرآن عظیم الشأن ذکر نشده است که قرآن عظیم الشأن تنها منحصر برای مسلمانان و یا عرب است، بلکه این کتابی هست که برای تمام بشریت نازل شده است تا تمام بشریت را از گمراهی نجات دهد. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم در صحیح البخاری کتاب ایمان بخش 1 حدیث 8 آمده است که پیامبر خدا چنین میگوید: که دین مقدس اسلام بالای 5 اصل استوار است، یعنی اسلام 5 بنا دارد. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم می فرماید که اسلام 5 بنا دارد و رکن اول آن لا اله الا الله محمد رسول الله است. رکن دوم نماز، رکن سوم روزه، رکن چهارم زکات و رکن پنجم حج. و حالا توجه میکنیم به 5 رکن اسلام و آن با دین مسیحیت. از همه اولترین رکن آن کلمه توحید، لا اله الا الله محمد رسول الله. نیست هیچ معبود قابل خدایی و سزاوار پرستش مگر الله جل جلاله و محمد فرستاده اوست. خداوند جل جلاله در سوره بقره سوره 2 آیت 177 می فرماید: نیکویی آن نیست که روی خود را به طرف مشرق و یا مغرب بگردانیم، بلکه نیکویی آن است که ایمان به الله جل جلاله داشته باشید. ولیکن نیکویی بزرگ آن است که ایمان بیاورید به روز آخرت و به ملائکه های خداوند، به کتاب های خداوند و به پیامبران خداوند. و این است 5 رکن ایمان. من در آغاز سخنرانی خود آیت را خواندم. سوره آل عمران سوره 3 آیت 64. کل یا اهل الکتاب، بگویید به اهل کتاب، یعنی برای یهود و نصارا، تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، بیایید به سوی کلمه‌ای که در بین ما و شما یکی است. الله نعبد الا الله، از آن که پرستش نکنیم مگر خداوند را ولا نشرک به شیئا، و کس دیگر را با خداوند شریک نسازیم.
ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. باید نگیرد بعض ما بعض دیگر را خدایان. अपने आपस में किसी और को रब न ठहराए. فإن تولوا پس اگر رو گردانیدند فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. پس شما شهادت بدهید که ما مسلمان هستیم. ما رضایت خود را در خوشنودی خداوند می‌بینیم. این آیت قرآن عظیم و شأن بزرگترین وسیله است برای دعوای من. وقت مسلمان در مقابل انسان‌های غیر مسلمان صحبت می‌کند، این آیه برای از آنها ثبوت خوبی هست. تعالوا الى کلمة سواء بیننا بینکم. आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. सबसे पहली बात अल्लाह नअबुद इल्ला अल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न करें. वला नुश्रिक बिही शैयअन, हम किसी और को अल्लाह के साथ शरीक न करें. در قرآن عظیم و شأن به طور خلاص تعریف خداوند جل جلاله در سوره اخلاص شده است. یعنی آیت اول الی چهارم که می‌فرماید قل هو الله احد. بگو خداوند یکتاست. الله الصمد. خداوند بی‌نیاز است. لم یلد ولم یولد. نه از کسی پیدا شده است، نه کسی زاده اوست ولم یکن له کفوا احد. و ندارد هیچ مثل مانند. ولم یکن له کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ چار این 4 آیت از قرآن عظیم و شأن است که در سوره اخلاص آمده است که بالاخره این 4 آیت برای ما فرمول است که هر کس دعوای خدایی بکند ما آن را در این فرمول می اندازیم و برای اینکه خود را اطمینان داده باشیم که او دروغ می گوید شخصیت او را در سوره اخلاص می اندازیم، آنگاه عدالتش می کنیم. اور اگر وہ سورہ اخلاص کی کنڈیشن به 4 آیت از سوره اخلاص برابر بود ما هرگز شک نداریم که او خدا نیست کہ وہ خدا ہے. و همین پیغام در کتاب مقدس نیز موجود است. موسی علیه السلام می‌فرماید کتاب دیوترانومی بخش 6 سطر 4 شما اسرائیل ادنى الحين وادنى خد. یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس این سخنان هبروست که معنا می‌دهد ای بنی اسرائیل خدای ما یکی است. اے بنی اسرائیل ہمارا خدا ایک خدا ہے. وقتی از عیسی علیه السلام پرسیده شده بود سب سے پہلے که مقدم ترین حکم کدام است، فرسٹ آف دا کمانڈمنٹ عیسی علیه السلام درست کلمات موسی علیه السلام را تکرار کرد جس کا ذکر ہے گاسپل آف مارک میں. که در گاسپل مارک بخش 12 سطر 29 ذکر شده است که شما اسرائیل ادنى الحين وادنى خد. ای بنی اسرائیل خداوند ما یکی است. سنو اے اسرائیل ہمارا خدا ہمارا رب ایک خدا ہے. اسلام میں در اسلام بزرگترین گناه شرک است. شرک خداوند در قرآن عظیم و شأن در سوره نساء سوره 4 آیت 116 می فرماید خداوند هرگز نمی بخشد آن کسی را که او برای او شریک مقرر می کند. کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. علاوه بر این